سلام دانشمندان کوچولو. آماده یک مدار جادویی بسازیم و لامپ رو روشن کنیم؟ این باتریه، مثل یک مخزن انرژی. این سیمه، راهی که انرژی سفر میکنه. این لامپ جادوگر نور و این پایه مخصوص لامپ هستش. حالا سیم رو به باتری وصل میکنیم. طرف دیگه سیم رو به پایه لامپ میزنیم. بعد لامپ رو روی پایه قرار میدیم. دیدید؟ لامپ روشن شد. مدار کامل شد و انرژی تونست جریان پیدا کنه. انرژی مثل یک مسافر از باتری راه میفته. از سیم عبور میکنه و به لامپ میرسه. اونجا تبدیل به نور و کمی گرما میشه. خب حالا یه سوال مهم. اگر بخوایم لامپ رو خاموش و روشن کنیم چه کار میکنیم؟ با این کلید ساده میتونیم مدار رو باز کنیم تا لامپ خاموش بشه و دوباره ببندیم تا روشن بشه. کلید مثل یه جادوگر کوچیکه که مدار رو کنترل میکنه. دیدید چقدر ساده بود؟ حالا نوبت شماست. یک مدار بسازید و لامپ رو روشن کنید. یادتون نره کانال رو دنبال کنید، لایک کنید و زنگوله رو هم بزنید.